Murod Umar Davlatovich Nohiyai Muminobod Kuchay Nazlo Safar Khan Sharwani Turkiston xilga maqsad اومدم نه سال 2006 5 اکتبر 2006 من مثلا میام میرم مثلا موجودی مهنتی یگون کوری بعد نه دایجا نه دوجا کداگ نیستیم در حق یگون کس بعدی کداگ نیستیم هر چی دست منمیا دامیجا مثال لوگو کسی که پیش من میگه دست شام میگیره مثال چی میکنه این هر فیگر هر نمی چوی که مثال دارک مو میکنن مثلا محمد دروغای هم محمد چیه یگون تمیدم ما مثلا یگون گرو دانستم یگون چیز دانستم من انجام آمدم که اهل اویلامون پدر بیکار دارم مادر بیکار دارم زن فرزند بیکار دارم معمولا خروندن پشوندن در کنم مثلا آمده بیا زندگیمون یک بهبودی شود از زندگیمون دا مثلا یگون بدی نیست بد آمد نیستیم مثلا در یگون کسی یگون کاری بد هم کردنی نیستیم نمیدونم خیلی کورکنه نمی ارگان میان کورکنه امنیت اینویای ممنوع بود ای کلوب هر روز مثال اتم جدو فایرد میکنن رئیس محله اونا جدو فایرد میکنن پدر مادر اونا جدو فایرد میکنن زن ما جدو فایرد میکنن میپرسن که اینای تریه اینا تریه ای خیلی کدای او خیلی کدای که مثال چی میکنن دا برای همون مثال همین خویش داریم همین جانب بیولی که مقصد همین کاروی که همون دمو میکنن یا نه مثال تحت نظارت بگیره که هرچی کنه که اصلا این ماجرای مهنتی که نذاشته مقصد نقلی هر گناه هر چی در دستشون بار میکنن هر چی میکنن همین کارو مثلا کمتر شون یا اینکه همین کارو دیگه نشون چون که اگه همین مهاجرایی که همین جا اومدگه همون اخسانش همین درد دل همین مقصد غلام بدن مو برای مو بحثه همین قدر درد برای مو بحثه که ما همینجا خیلی کیف نمیکنیم صفا نمیکنیم نه روزی خوشا ببینیم نه چیز این رو میگردیم ولی سمی قبا اون رو میگردیم بیکاریم این رو میگردیم مثلا سونتا نمیتن خیلی دیگه نمیدونم چی بگیم که با کدام سبب ما مثلا اینجا کم غم میتن با اوجا با اوجا یعنی اسمی که کار میکنیم با میره اوجا روش میکشن میگیرن است اهل ولایت گشنه و تشنه میگردیم امیره یک میدیدن یک مقصد چی شکل خوب چی میشیدن نمیدونم خیلی سببی همی در چیه که مثل ما را نمخیل کردیستن هر روز مثل پدر ما فرودن مادر ما فرود میکنن امیره میخوزیم بدونیم که سببی همی در چیه ما چی کاری باید کردگیم کاری باید ما که کم بغلیم یا اینکه ما کاری باید ما نمیه که اومدیم یک زندگی خوبه در کنیم برای همین پیش ما اومدیم رئیس هم مقصد که مثل یک دستگیری ممکنه یک گروه ممکنه که همی کار مثل ما را چکنه که ما درگان گروه نیستیم یکان چی نیستیم یک مهاجر مهنتی در یک مغازین کار میکنم خیلی تو قایم از سر ساعتی 7 میخیزم تا ساعت 11 شبان همجا کار داریم به خدمای به یکان اینسوسه جای خوب همه چیز ما هم دارم داریم اما ریلیستر هم هم جای مقصد که دیگه ما همجا نیم فقط همون 1 ساعت 2 ساعت ای دهم با ای دهم نقلی چی میتن و خدمه میتن میرم چکی پتین ما میسپرم میام تمام هم قدر و خدمه دارم هم قدر چی دارم دیگه نیسته بار میخوام بار میزنم سودا میتونم همش هم وقتم تو پر صحبت‌های تلفنی داری باید آقا هر روز قطعی پدر مادرم آقا اومده بود 3 ماه همینجا قطعیم بود اما با همین خاطر اومد که هم تری تری میگم او تری میگن تی خیلی میکنی و خیلی میکنی تا نمیای عادتا میگم نه دارم پدر مادرت خرمانی دعوتی نیست اتام 45 سال کار کرده حکومت وزیرش بنیست وزیر پنسیا دا برو واسه پنسیا برو آقا مادرتون خونش او مادرم خونشی نه همین خونه شما را بزنید این روزو زیادی فرزنده توجیه میدن همین سوال را بزنید لیکن همین رفتار امروزی بیعقلانه دور از ملت توجیه بودن کارمندان سواری استروتو میگن در روسیه خون کارمند داخلی دیگر کاری بخطری میگه در تشویش مانده است ملت توجیه بیرون از وطن برای هیچ وقت من با شما صحبت کردم که مرحمت این عریضه شما هست نیست من روی میکنم سفیر تاجیکستان رئیس جمهور کدا همین نمیرسد زبانه این روز همین از کی سگ تجربه کرد این سامونه تجربه آوازی تاجیک صدای شما برآمدن
که اونا میتونن بعد این صدا برآمدن دست از اولاد شما از برادران شما باشه. یک سخنی خوب دیگه با تروریسم با اکستریمیسم که با گفتنی نسبت جنابیاری شما رو گناهکار میکنه. خب تو کم تاریخ شما چند سالش دید؟ 28 ساله. من 54 بودم. من میگم که یگان شخص از ملت تاجیک من تروریست نباید که در داخل تاجیکستان بیرون از بین نگیرم. تاجیک هیچ وقت تروریست شده نمیتواند. تاجیک از روز اول تولد شدن غلام تولد شده است. تاجیک از روز اول به دست عربه دادن و بعدتر تنبانی عربه را من خود به خود سوال میتونم وقتی شما نزد من میبینید که مبادا اونا کورن نمیبینن شما گفتید یک غلامی است همین برای ما بس نیست امروز ممکنه در 10 سال آخر صاحب جای کار ما را میکرد چی میرن توصیه آینده بده که ما برای درست شما را برده است سخنان شما باید رسد به رئیس جمهور سخنان شما باید رسد به کماندوری بی‌خطری تاجیکستان من هیچ کس البته گفته نمیستم لکن خود بودی شاهی در مسکو قهرمان تاجیک با نام سربچه‌ای که سال 1992 از ولایت ختلان با نام نوروز با فامیل کریم فزیکیروف قهرمانی کرد چه قهرمان که یک سوتکه بیهوش خواب کرد وقتی به هوش اومد هزاران تاجیک‌ها بیرون برآمدن برای وی خیز پگاهی شبانه 6 تا در سمارات پریده برفت تاجیکستان کجاش نامیس ملی چرا تا آخر نیست همین را وقتی در بیرون استفاده میبرن اون در داخل دولت کارمندای بی‌خطر استفاده برای که کارمندای داخلی این پس با پس رسوندن ملت تاجیک است من باوری کامل دارم که این نوری که ما با صحبت داریم و بالا میرسد اومدن نزد کرامت شریفوف وقتی آدما میگن که روین پیش همین از همه بلندی و پستی روزی حیات باز ببینید داشتم روین پیش همین کرامت شریفوف من خود به خود سوال میتونم یگانه صدا برآوردن من از یاردن باشم وقتی تاجیک به نزد من میبیاید در وزبینیه در همون شهر پدر و مادری وای که وای میذارن در درون بازار و یک مقصد داره همین ساعت و دقیقه جانی مرا کرامت شریف خریده بتوند بعدتر من سیم کارت هم میپرتم من جانی کرامت شریف بگیرم بله این است بله تمام میشه چی من برام گدایی کنم من تاکسی رو کنم ماشین رو کنم اتوبوس رو کنم که ملت مرا نزنید و ملت من چی فکر نسبت من بعد از باهوش آمدن هوشیار شدن نوروز خود خست آمد که سلام علیک نگفت تباش مونده با گیره مولا که در پیش اومد با دو زونه میشینم و برادرش از ترس و به تاجیکستان بسیار نمودن ولی ابگار میزنم تکرار میکنم تاجیک تا این روز از پیدا شدن و بعدتر از حیات رفتن هیچ وقت تروریست نمیتونه کسی که گفته از تروریست خطا میکند ما نداریم آنچه که شما گفتیم زیاد کردید لایک موندید در از طرف شما اینترنت من در یک خانه 20 نفر هم نداشت تیمونه ما چه خیلی لایک کرد خیلی بالای لایک بودن شما شور شویتون همیشه در امروزه بودن در روسیه آموختن علم و فرهنگ و پیش بردن جامعه تاجیکا است دست دیگر داشت کنید که در این حالت همه شما رو یک تا از بین میبرد ما برای هم قدر نزد شما ماندگیم که نمی مقصد بگیرین یکون یوردم یکون شما کشور از طرف شما مقصد برای ما برسد ما سوادمون خیلی به سواد هم نیستیم یکون چی هم نیستیم از طرف چی که ما سوم نداریم پول نداریم طاقتی نداریم ما را جای کارمون ندادن در تاجیکستان ما را مقصد نموندن که بخونیم تو آخره این هم شده مهاجر مهنتی امروز همینجا کار کردیم ما این سال 2006 اومدم قطعا مدام کار میکنم قریب اینا 11 ساله که مدام را میشناسم امو عریضه نمیسون روی کرد با بعد سیم زنم روی کم امو عریضه را کنه بعد مقصد همینه در امو دستی امو کارمنده پلیس بته که امو دام میسون چی نیست عریضه را راست گرفتم در تلفن خود عریضه را زماری من پیچت بزند میتونید شما با رسم بعد راست گرفتن با واتساپ خودی همون کارمندی دوستان تاجیکستان پرتو وقتی با شما میگه که خسته بیاید اینجا بعد ما با شما صحبت میکنیم و که برادری و نزدیکانی و در مهاجری منتی نبود و تا این روز فکر میکنم خسته اینجا بیاید بعد با شما صحبت میکنیم مونر خانت هم اقلام فراسد یاد گیرد برادر ما همونجا کار میکنه خودش با دوداری ما کار کنیم امنیت همون کلوب در کار میکنه اینا تومیر در گپی باید باور نمیکنم
نه اما کورکنی امو درنه اما قطعی چون کار میکنه امو را نمیگن که سبب یعنی در چیه که امو دام باید بیویا امو را از زن میگن که دو دار کنم را تو بفهم که با چی سبب میگن نمیتون پروست هم میگن بیان قطعی امو دام باید گرد زنی حتی بودن برادری شما در امروزه امنیت تاجیکستان با شما یادم نمیتون که ده تبچه هم که ما اونجا کار میکنن امو امنیت دار امو چی کلوب دار دو دار خدم ردنوی دو دار هم کار میکنن یکی اگون تمرین اگون چی نکنن ما باید قطعی هم اندام گردنیم الو سلام علیکم مرشا سوزی تنجه تا جون خوبی سلامتی خوبه اینا چی اومدگی ما تا جون انجام پیشی کی اومدگیم کارما شریفوف اینا ما برادری دعوت سلام علیکم فرزندا خانه بود هوای تاجیکستان خیلی خوب هستید با هم پسر شما هم صحبت شدیم با محمد علی در صحبت تلفنی هم در صحبت نوار هم خیلی سخنهای خوب گفت زد یک مهاجر مهنتی است حکومت تاجیکستان باید به نظر گیرد این یک وحشی است یک دهشت است از دست این پسر بچه نمی‌بیاد یک شخصی دوستداری هموطنی تاجیکستان هم خوبی در زندگیش اویله دارد فرزند دارد پدر و مادر دارد من البته این سخنانی که از برادر میرسونی به کارمندان دادستان تاجیکستان شما ذکر نکنید آرام باشید امروز و فردا میبینید از نزد اگر کم در حرمت انسانی را دانند کارمندان دادستانی از شما بخشی میپرسند سلامت باشین که دولت البته هم سخنهای شما را پسرتون گوش کرده شده است سخنهای شما با نوار گرفته شد فکرهای شما هست است حرکت میکنه که حکومت هم چشمای خود را کشاده به جوانای خود نظر نمایند پسر شما گناه هم ندارد پسر شما امروز یگانه جایی که ملت تاجیک وقتی که جانش به گلوهش میبید نزد دیاسپوری تاجیک که به ما در سیاری رسونیم شکرانه خدا کردن است که جامعه است تاجیکان باید پراکنده نشوند آینده بدن ما و بدن شما در سو سالو در بدن تاجیک و خیلی فرزند شما قید کرد که چین عذاب و مشقت به سر ما آمده است که حتی در بیرون به دولت کی هستیم ما یک غلامیم در حقیقت سخنه پسر بچه یاش است درست است تمام ملت ما زیاده از 1 میلیون در این دولت این غلام است اینا میخوان که چون دیگر ملت ها سر بالا کنند و که اینا زود شکسته میشوند و باوری کامل هم ندارن امروز که آینده اینا چی میشه سلامت باشه مرحمت با پسرتون با سخن گفتن گرچه باشه مالی خوب تا جون در همان حالا باشه و بعد بزنگ میزنم خدا نگهبان باشه ما خوب در همان خدا سلامت باشه مهرش سلامت باشه البته خبر رو میرسد صحبت میکنیم میرسونیم کدام وقتی هست وقتی خود افتی که بشنیم صحبت میکنیم